آدیداس، برندی که از یک کارگاه کوچیک در آلمان آغاز به کار کرد و اکنون به یک امپراتوری جهانی در صنعت ورزش تبدیل شده. داستان آدیداس در سال 1949 و با تأسیس شرکت توسط آدولف داسلر در شهر کوچیک هرتزوگناوراخ آلمان شکل گرفت. اما این داستان واقعا از دهه 1920 آغاز شده بود، زمانی که آدی و برادرش رودولف تصمیم گرفتند اولین کفشای ورزشی خودشون رو در رختچورخانه مادرشون تولید کنند. پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل اختلافات شخصی، آدی تصمیم گرفت شرکت خودش رو تأسیس کنه و نام آدیداس رو که ترکیبی از نام و نام خانوادگیش بود برای اون انتخاب کرد. آدی داسلر با عشق به ورزش و تعهد به بهبود عملکرد ورزشکاران اولین کفش‌های فوتبال با میخ قابل تعویض رو طراحی کرد. نوآوری که صنعت کفش ورزشی رو دگرگون کرد. این کفش‌ها در جام جهانی 1954 توسط تیم ملی آلمان به پا شد و به پیروزی تاریخی اونها کمک کرد. پیروزی که به عنوان معجزه برن شناخته میشه. این رویداد نه تنها برای آلمان پس از جنگ اهمیت داشت، بلکه آدیداس رو به عنوان یک نام تجاری جهانی معرفی کرد. نوارهای سه‌گانه آدیداس که برای اولین بار در سال 1949 معرفی شدند، به یکی از شناخته شده ترین نمادهای جهان تبدیل شدند. این نماد که در ابتدا برای تقویت ساختار کفش طراحی شده بود، به سرعت به نمادی از هویت بصری قدرتمند برند و نشانه‌ای از کیفیت، نوآوری و عملکرد برتر در دنیای ورزش تبدیل شد. در دهه‌های بعدی، آدیداس با معرفی نوآوری‌هایی چون کفش‌های چرمی ضد آب در دهه 1970 و فناوری تورژن در دهه 1980 که انعطاف پذیری بیشتری به کفش‌ها می‌بخشید، همچنان صنعت رو متحول کرد. اما یکی از برجسته ترین نوآوری‌های اخیر این شرکت فناوری بوست بود که در سال 2013 معرفی شد. این فناوری انقلابی که از ذرات فوم پلیورتان گسترش یافته ساخته شده بود، راحتی و بازگشت انرژی بی‌سابقه‌ای رو برای دوندگان فراهم کرد. استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه آدیداس نیز در موفقیت این برند نقش بسزایی داشته. همکاری با ورزشکاران و سلبریتی‌های مشهور مانند دیوید بکام، لیونل مسی و کانیه وست، آدیداس را از یک برند صرفاً ورزشی به یک نماد سبک زندگی تبدیل کرده. کمپین تبلیغاتی Impossible Nothing که در سال 2004 راه اندازی شد، نه تنها محصولات آدیداس رو تبلیغ کرد، بلکه فلسفه و روحیه برند رو به مخاطبان منتقل کرد. در سالهای اخیر آدیداس توجه ویژه‌ای به مسائل زیست محیطی نشون داده. همکاری این شرکت با پارلی فور دی اوشنز در سال 2015 منجر به تولید خطی از محصولات شده که از پلاستیک‌های بازیافتی اقیانوس‌ها ساخته میشن. این ابتکار نه تنها به کاهش آلودگی پلاستیکی اقیانوس‌ها کمک میکنه، بلکه آگاهی مصرف کنندگان رو نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش میده. البته آدیداس با چالش‌هایی نیز مواجه بوده. رقابت شدید با نایکی به ویژه در بازار آمریکای شمالی همواره یکی از بزرگترین چالش‌های این شرکت بوده. مسائل مربوط به شرایط کاری در کارخانه‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه نیز باعث انتقاداتی از این شرکت شده. اخیراً پایان ناگهانی همکاری با کانیه وست در سال 2022 پس از اظهارات جنجالی وی چالش جدیدی رو برای آدیداس ایجاد کرد و این شرکت رو با مشکل مدیریت موجودی عظیم محصولات یزی مواجه کرد. با نگاهی به آینده، آدیداس استراتژی‌های جدیدی را برای رشد و توسعه در نظر گرفته. این شرکت به طور خاص بر روی بازار چین به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد خود تمرکز کرده. با توجه به رشد سریع طبقه متوسط در چین و افزایش علاقه به ورزش و سبک زندگی سالم در این کشور، آدیداس فرصت‌های قابل توجهی برای گسترش حضور خودش می‌بینه. همچنین آدیداس در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینیه. این فناوری‌ها نه تنها به بهبود طراحی محصولات کمک میکنه، بلکه امکان بهینه‌سازی زنجیره تأمین و ارائه تجربیات شخصی سازی شده به مشتریان را فراهم میکنه. در راستای تعهد به پایداری، آدیداس اعلام کرده که تا سال 2024 100% از پلی‌استر مورد استفاده در محصولاتش رو از منابع بازیافتی تأمین خواهد کرد. این تعهد نه تنها نشان دهنده مسئولیت پذیری زیست محیطی آدیداسه، بلکه پاسخی به تقاضای روزافزون مصرف کنندگان برای محصولات پایداره.